این ربات یه کلمه بیدار باش داره که میتونید خودتون تنظیمش کنید، یعنی اسم بهش بدید. حالا هر اسمی که دوست دارید بهش بدید. مثلا من اسمش رو گذاشتم ربات، شما میتونید اسمشو بذارید میسم، میتونید اسمشو بذارید علی، فرقی نمیکنه. یه کلمه‌ای داره که بهش بگید صداش که بزنید بیدار میشه، از این حالت خواب در میاد، چشاش باز میشه. الان میبینم بیدار میشه. ربات. الان بیدار نمیشه چون که میکروفون من به لپتاپ وصله و لپتاپ داره وایس هم رو رکورد میکنه. برای همین نمیتونه همزمان هم رکورد کنه، هم که وایس رو بفرسته به پایتون که بتونه صدای من تجزیه تحلیل کنه. پس منطقیه که الان جواب نده. و قابلیت‌های ربات داخل آموزش آخر که گذاشتم، براتون آموزش گذاشتم که بتونید خودتون بهش دستور اضافه کنید و خیلی هم راحته. خیلی راحته آموزش دستور اضافه کردن. از دستور شرطی باید استفاده کنید. من بهتون میگم جلوتر. اینجوریه که شما یه کلمه آماده میکنید، یا 2 تا کلمه یا 3 تا کلمه، هر چند که دلتون بخواد. مثلا بهش بگید شعر و آواز. این 2 تا کلمه رو براش تعریف میکنید. بعد پایینش مینویسید که زمانی که من این کلمه رو گفتم تو مثلا فلان شعر رو بخون. مثلا یه شعر براش مینویسید. و زمانی که شما بهش بگید مثلا یه شعر برامون میخونی، اون یه و برامون میخونی و کار نداره. اون کلمه شعر اگه داخل جملتون باشه و حرفی بهش وصل نشه، مثلا یه شعری برامون میخونی و یک شعر برامون میخونی، چه موردی که بهش بگی، اون موقع اون شعری که براش نوشته براتون میخونه. این یکی از کار باشه. کار دیگه ای که میتونه بکنه چیه؟ به ساعت لپتاپتون دسترسی داره، به ساعت سیستم دسترسی داره، به فایل ها دسترسی داره که جلوتر بهتون میگم چه جوری میتونید آهنگ بهش اضافه کنید. دیگه ارزم به حضورتون به پنجره کامند پرامپت دسترسی داره. میتونه آب و هوا رو از داخل سایت رسمی بخونه به صورت آنلاین و بهتون بگه. میتونه دمای سی پی یو رو بهتون بگه، میتونه مقدار حافظه رو بهتون بگه، وضعیت شارژ و وصل بودن به برق لپتاپ رو میتونه بهتون بگه. اینا کاریه که میتونه به صورت چیز بکنه، براش بنویسید، از قبل تعریف کنید و بکنه. حالا اگر ما یک کلمه گفتیم که اصلا داخل تعریف در اون دستوری که تعریف کردیم نبود، بالاخره ما مثلا 10 تا دستور، 20 تا دستور، 30 تا دستور تعریف میکنیم دیگه تموم میشه دستورمون. اگر داخل اون نبود بازم مشکلی نداره، چون من تازگی تونستم به API هوش مصنوعی وصلش بکنم. اگه شما یک کلمه گفتین که داخل دستوراتون نبود، این کلمه رو میگیره میده به هوش مصنوعی و بهتون یه جواب از هوش مصنوعی، جواب 2-3 خطی از هوش مصنوعی میده. یعنی آقا تو ازش میپرسی مثلا 2 ضرب در 2 چند میشه، تو که براش تعریف نکردی، میره از هوش مصنوعی میپرسه به جواب میده. رادیکال 100 چند میشه، میره میپرسه جواب میده. رادیکال 100 که میشه 10. آره، هر سوالی که دلتون بخواد. مثلا میگی سرعت یوز پلنگ ایرانی چقدره، نمیدونم، میگی مثلا چجوری پولدار بشم، راه پولدار شدن رو بهتون میگه تو 3 خط. همینجوری کار میکنه. و یه آیکون شناور داره که میتونید با موس، بذارید من نشونتون بدم، میتونید با موس اینجوری بگیرید و جابجاش کنید هر جای لپتاپ که دوست داشتید بذاریدش. میتونید بفرستیدش این گوشه یا اینجا یا اینجا، همین سادگی جابجا میشه تو کل صفحه. و دیگه قابلیتاش همینان، یه قابلیت دیگه ای نداره و فکر کنم به عنوان یه ربات قابلیت دیگه هم نیاز نداشته باشه. همین قابلیتی که داره کفاف میدن. این بود تا اینجا معرفی کاربردهای این ربات. حالا اگه دوست دارید این ربات رو بسازید، جلوتر 8 دقیقه آموزش میریم روی صفحه لپتاپ. فایل هایی که داخل لپتاپ توضیح میدم همه داخل کانال تلگرام هست، چه گیف های افکت های ربات و چه کدی که برای رباته، همشون داخل کانال تلگرام هستن و شما احتیاج نیست که هیچ آشنایی با کد نویسی داشته باشین. هیچ آشنایی با کد نویسی لازم نیست داشته باشین. همین دیگه، بریم سراغ آموزش رو لپتاپ. اول باید یه پوشه درست کنید به اسم هر اسمی که دلتون میخواد. یه اسم دلخواه روش بذارید که فایل ها رو همه داخل اون پوشه باید قرار بدید. بعدن آدرس این پوشه رو باید داخل کدتون بنویسید. من اسمشو گذاشتم مهدی. بعد از اون باید برید نسخه 3.12 پایتون رو نصب کنید.
داخل اینترنت سرچ میکنید دانلود پایتون 3.12. بعد وارد اولین سایت میشید، سایت رسمی خود پایتونه. بعد که وارد شدید اسکرول میکنید میرید پایین تا برسید به لینک های دانلود. بعد از اینجا نسخه مربوط به سیستم خودتون رو دانلود میکنید. نسخه سیستم من 64 بیتیه. بعد منتظر میمونید تا دانلود بشه. بعد اینکه دانلود شد هم نصبش میکنید روی لپتاپتون. بعد از نصب باید داخل سرچ لپتاپ CMD رو سرچ کنید و این پنجره رو باز کنید. حالا اینجا کدهایی که داخل کانال تلگرام گذاشتم کدهای مربوط به نصب کتابخونه هاست. همه کتابخونه ها رو اینجا کنترل V میزنید، پیست میکنید و یکی یکی نصبشون میکنید. بعد اون باید به داخل کانال تلگرام و گیفا و کد مربوط به ربات رو دانلود کنید و داخل پوشه بذارید. فقط قبل اضافه کردن به پوشه حتما دقت کنید که اسم فایل ها باید آخرشون فقط یه پرانتزی 1 باشه. هر اسم اضافه دیگه که داشت باید پاک کنید، چون اونجوری کد نمیتونه بخونتشون، پیداشون نمیکنه. همونجوری که داخل ویدیو میبینید باید کدا رو اسمشون رو اصلاح کنید و مثل داخل ویدیو اسمشون رو بذارید. هیچ فرقی نباید با این بکنه. بعد اینکه اسم اصلاح شد بعد بذاریدشون داخل پوشه خودتون که کدم داخل همون پوشه هست. این کلمه ربات که اینجا نوشته اسم رباتتونه که هر اسمی بخواید میتونید بذارید براش و با اون اسم بیدار میشه. این بخش کد مربوط به دستور آب و هواست که وقتی شما کلمه آب و هوا رو بگید براتون از سایت آب و هوا رو میخونه و میگه. اینجا هم دستوری که خودتون میتونید بهش اضافه کنید با همین قالبی که اینجا نوشته. الان این نمونهش من براتون می‌نویسم مثلا که ببینید. همینجوری دیگه میتونید تو همین قالب هر دستوری که بخواید اضافه کنید.
اینجا داخل دابل کوتیشن هر عبارتی که بنویسید براتون میخونه. وقتی اون کلمه رو براش بگید همون عبارت رو براتون میخونه. همینجوری میتونید دستور بهش اضافه کنید. برای اضافه کردن آهنگم اینجا این آدرس رو باید تغییر بدین. هر جایی که آهنگتون هست آدرس آهنگتون رو اضافه میکنید تو این قسمت و آهنگتون براتون میخونه. برای راه اندازی ربات هم راست کلیک میکنید روی کد و این گزینه رو میزنید تا کدتون باز بشه. بعدش حالا با Fn و F5 رانش میکنید یا از بالا گزینه ران رو کلیک میکنید تا روشن بشه. میتونید ربات رو هر جایی که دلتون میخواد از صفحه بذارید. خب مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردین. امیدوارم که از درست کردن این ربات و استفاده کردن ازش لذت کافی رو ببرید. ما داخل چنل الکتروستیک از اینجور آموزش‌ها میذاریم. ویدیو قبلی هم یه رادار بود که داخل اینستا تقریبا 140,000 تا بازدید خورد. پس حتما چنل رو دنبال داشته باشین که از آموزش بعدی جا نمونید. فعلا خدا